تا حالا عاشق شدی ولی حس کنی اون آدم واقعاً برای تو نیست؟ شاید هم هنوز کسی رو پیدا نکردی، اما یه چیزی در درونت میگه اون بیرون یه نفر هست که کاملت میکنه. افلاطون باور داشت دلیل این حس عجیب اینه که ما واقعاً نصفیم و فقط وقتی نیمه گم شده‌مون رو پیدا کنیم به آرامش واقعی میرسیم. تا آخر این ویدیو با من باش، چون میخوام راز افلاطون درباره عشق واقعی و 5 مرحله رسیدن به اون رو باهات در میون بذارم. این ویدیو فقط درباره عشق نیست، درباره درک خودته. افلاطون میگفت کسی که خودش رو نمیشناسه نمیتونه کسی رو واقعاً دوست داشته باشه. قراره یاد بگیری عشق از کجا شروع میشه، چرا خیلیا اشتباه دنبالش میگردن و چطور با شناخت خودت عشق واقعی رو جذب کنیم. مرحله اول، عشق درون تو وجود داره. افلاطون باور داشت انسان‌ها در اصل موجوداتی کامل بودن، اما خدایان اونها رو به 2 نیم تقسیم کردن. از همون لحظه روح انسان دنبال نیمه خودش میگرده تا دوباره کامل بشه. یعنی عشق فقط یه احساس نیست، یه کشش درونی برای بازگشت به کل بودن ماست. اما نکته اینجاست، خیلی ها دنبال نیمشون در دیگران میگردن، در حالی که هنوز خودشون رو پیدا نکردن. تا وقتی خودت رو درک نکردی، هیچ رابطه‌ای نمیتونه آرامت کنه. پس اولین قدم عشق ورزیدن به خودته. شناخت ضعف‌ها، قدرت‌ها و پذیرش درونت. مرحله دوم، خودت رو بشناس تا نیمت رو پیدا کنی. افلاطون میگفت عشق واقعی از شناخت آغاز میشه. یعنی تا وقتی ندونی چه ارزش‌هایی برات مهمن، نمیتونی کسی رو پیدا کنی که باهات هماهنگ باشه. آیا میدونی در زندگی چی میخوای؟ چه چیزایی برات معنا دارن؟ اگه پاسخت نباشه، پس هنوز آماده عشق واقعی نیستی. قبل از اینکه کسی رو دوست داشته باشی، باید خودت رو بفهمی از رابطه چی میخوای، چه چیزایی باعث رشدت میشن و چه چیزایی تو رو خسته میکنن. وقتی خودت رو شناختی، عشق دیگه یه نیاز نیست، یه انتخاب آگاهانه است. مرحله سوم، عشق یعنی شناخت، نه میل. بیشتر رابطه ها وقتی شکست میخورن که عشق رو با میل اشتباه میگیرن. افلاطون هشدار میداد کسی که فقط از روی میل عاشق بشه در تاریکی گام برمی‌داره. یعنی اگر عشقت فقط روی احساس لحظه‌ای یا جذابیت فیزیکی بنا شده باشه، در نهایت به خستگی، دلزدگی یا سردی ختم میشه. اما عشق واقعی شناختیه. شناخت یعنی بدونی چرا اون فرد رو میخوای و چطور حضورش رشدت میده. وقتی عشق بر پایه شناخت و رشد 2 طرفه بنا بشه، دیگه خاموش نمیشه. این عشق همون چیزیه که افلاطون اون رو تکامل روح مینامید. مرحله 4، عشق سفر رشد و دوستی است. افلاطون میگفت محبوبت باید پیش از هر چیز دوست تو باشد. یعنی رابطه سالم از دوستی و احترام آغاز میشه، نه از وابستگی و ترس از تنهایی. در دوستی یاد میگیری که چگونه عشق رو عمیق‌تر کنی، چطور اشتباه کنی و دوباره برگردی بدون اینکه ترس از قضاوت داشته باشی. عشق واقعی در طول زمان رشد میکنه. هر مرحله از شناخت و صبر تو رو به درک بالاتری از عشق میرسونه. وقتی به این مرحله برسی، دیگه عشق برات ابزار نیست، خودش مقصده. حالا که این 4 مرحله رو میدونی، یه سوال ازت دارم. آیا تو آماده‌ای نیمه گم شده خودت رو پیدا کنی؟ چه درونت، چه در بیرونت؟ ممنون که این ویدیو رو تا انتها همراه ما بودی. حتما کانال قدرت تغییر رو سابسکرایب کن و یادت نره که برای حمایت از کانال حتما ویدیو رو لایک کنی و با دوستات به اشتراک بذاری.